سلام دارم خدمت دوستان عزیز، من امیرم. امروز اینجام که یه دونه سنس و هاد و بیسیک بتل رویال این سیزن رو توی یه ویدیو براتون بذارم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد و اگه که لایق دونستید حمایت کنید. دوستان این اولین ویدیوی کانال منه، واقعا امیدوارم که خوشتون بیاد و بهتون میگم که واقعا ببخشید که صدام میگیره، چون تا حالا اینجور ویدیوها واقعا ضبط نکردم. شرمنده‌تونم. اگه لایق میدونید این ویدیو رو حمایت کنید و اینکه بریم برای اصل مطلب. دوستان این سنسی که من براتون گذاشتم یه سنس متوسطه، یه سنس متوسط رو به پایینه، ولی خب اون گزینه هست اول سنسیویتی که کلا باعث میشه هرچی انگشتاتون فرستر باشه صفحه بیشتر به چرخه، اونش خیلی بالاست، برای همین سنس اوکیه. من سنسو اونجوری مثل بقیه درستش نکردم. سنسو اومدم کلا ریست کردم سنس بتلو و کلا یه 4 تا شاب بالا پایین کردم و به این رسیدم که برای موبایل عالیه. در ضمن بگم که من موبایل پلیرم و برای موبایل این سنس خیلی عالیه از نظر من خودم که باش بازی کردم، مثلا بازیم از این رو به اون رو شد، یعنی قبلش نمیتونستم بازی کنم و اصلا، یعنی چجوری بهتون بگم، چند سال پیش کالاف داشتم، دوباره نصب کردم. چند سال پیشم نه، چند ماه پیش کالاف داشتم، حذف کردم، حالا تازگی ها نصب کردم، نمیتونستم بازی کنم، اومدم سنس اوکی کردم. خدا وکیلی سنس خوبیه، واقعا سنس توپیه. بچینید اگر خوشتون اومد، منم یه لایک، یه سابسکرایب، یه حمایت، هر جور که تونستید من حمایت کنید، واقعا ممنون میشم ازتون. در مورد هادش هم بخوام براتون بگم، هاد چهار انگشتی اوکی، یعنی 4 انگشتی های چیز نیست که هر دو کنش جا باشه، یه 4 انگشتی مناسب و اوکی که مثلا کسی هم که تا حالا 4 انگشتی بازی نکرده میتونه باش بازی کنه. یعنی من خودم قبلا 2 انگشتی بازی میکردم، این هادو چیدم، حقیقتشو بهتون بگم شاید داخل یه هفته من تونستم با این هاد دیگه بازی کنم، مثلا عادت کردم بهش. ولی خب دیگه اون بستگی به سلیقه خودتون داره که بتونید بازی کنید یا نتونید، اون بستگی به سلیقه خودتون داره. جلوتر هاد و سنس و بیسیک رو براتون گذاشتم و بازم میگم که امیدوارم خوشتون بیاد. بریم برای سنس و هاد. دوستان عزیز، این از اولیش هاد رو براتون میذارم، امیدوارم خوشتون بیاد و بازم دارم میگم که شرمنده اگه صدا میگیره، اینم کوچیک کنم که راحت ببینیدش. ببین هاد اوکیه، هادیه که راحت میتونی بهش عادت کنی. فقط این گزینه ها این پایین هست، اگه اشتباه نکنم HUD نوشته، آره HUD نوشته، اینو حتما بذارید رو گزینه HUD که این آرمور و نیدی که من بهتون دادم بغل همن، چون بغل همن اینا بذارید مربعی میشن و تو هم نمیرن، ولی اونجوری یه زاویه‌ای دارن میرن تو هم. خب اینم از بیسیکش که کلا بیسیکو تو مترجم گوگل ترجمه کردم، بعضیاشو اصلا ترجمه نمیکرد، مجبور شدم از کلا از این ویدیوهای بقیه بردارم، ولی خب مثلا بیشترشو واقعا ترجمه کردم. دوستان فقط این گزینه ها که هست، اینا رو سیزن که کلا هر سیزن که عوض میشه اکتیویژن میارشون بالا، اینا رو همه رو صفر کنید که لرزش صفحه و لرزش اسکوپ و گانتون کلا گرفته بشه، چون باعث لرزش میشه. و این گزینه FOV رنج، اینو حتما اگه موبایل پلیر روی 85 بذارید، چون خودم موبایل پلیر روی 85 میذارم، خیلی عالیه. خب دوستان بریم برای سنسی که براتون میذارم، این سنس هستش و بهتون گفتم که سنس اوکیه، سنس بدی نیست، واقعا سنس خوبیه. دوستان اینایی که میبینید صفرن، اینا باگن، یه وقت دستکاریشون نکنید اوکی بشن، اینا باگن، مطمئن باشید باگن، یعنی فقط شما گزینه USB پایین رو بزنید اوکی میشه. دوستان از این ویدیو اگه خوشتون اومد
و لایق دونستید حمایت کنید، چون دلگرمی بزرگی برای من که تازه وارد این مسیر شدم میده. خب دوستان، امیدوارم که خوشتون اومده باشه و ممنون میشم که حمایت کنید. فعلا بای.